خب سلام بچه، حالتون چطوره؟ بعد نزدیک به 2 هفته برگشتیم، یکم مشغول کار بودیم. ویدیو داریم، چه ویدیوی خفن، باحال و ترسناک. پس دکمه لایک رو بکوب، سابسکرایب هم بکوب و اون زنگوله هم فعال کن که هر وقت تپیولوژی یعنی من ویدیو گذاشت یوتیوب بهت پیام بده که تپیولوژی ویدیو گذاشت و بیای ببینی. عجب ویدیویی بشه امروز. این ویدیو درباره تالاب ارواح مازندرانه. اسمش میدونم ترسناک، داستان خودش هم ترسناکه. خب این تالاب صدر اول در مکانهای ترسناک ایران رو داره، تالاب ارواح در مازندران. این تالاب در 5 کیلومتری روستای چلندر از توابع نوشهره. اوکی. و این بین جنگل ها و درخت هاست و طول اون 700 متر و عمق اونم خیلی بیشتر از 600 متره و عرض اونم 300 متره. عجب مکان خفنیه. خب واقعا مکان خفنیه. امیدوارم که یه روز توفیق بشه و بریم اونجا ولاغش هم بگیریم. در درون این دریاچه درخت‌های خشک‌شده زیادی وجود دارن که یعنی تا چشم آب میخوره درخته و منظره بسیار وحشتناک به وجود آورده که میگن 85% مواقع مه گرفته است و این دریاچه چون بین جنگل و درختان وجود داره پیدا کردنش خیلی خطرناکه و سخته. ولی به نظر خودم کسی که مثل من کسی مثل فلانی دنبال چیزای ترسناک باشه واقعا ارزش داره که بریم مثلا اینجا. و خب منظره میگن زیبا و ترسناک، هم زیبا هم داره هم ترسناک و مخوف ترین تالاب ایرانه. بریم چند تا ویدیو ازش ببینیم. ویدیو رو دیدید؟ آره یکم که نه خیلی ترسناک بود. این چراغ هم روشن کردیم ور رفته بود بر اومد و مثل اینکه روح‌های بدی، حالا بذار این طوری بگم، خب چرا ارواح؟ خب ببین روح‌های بدی در اونجا زندگی میکردن و میکنن ولی خب میگن ساکنان قدیم اونا رو دیدن، ساکنان جدید میگن همچین چیزی ندیدیم. و همچنین اینا با صدایی که از خود تعمیران نشونه که ما هستیم و میگن که ثابت شده که اینا با رفت و آمد با ویدیوهایی که پیدا شده، البته من پیدا نکردم، چند داشتم پیدا نکردم ولی تا اونجوری که شنیدم گفته شده انقدر اینا رفت و آمد کردن که اون درختان خشک زده شدن. حالا من نمیدونم این یک دلیل شد، ببینیم دلیل منطقیش رو. خب دلیل منطقی و علمیش میشه چون آب دریاچه اومده بالا، مه هم تأثیر گذاشته، نور به ریشش نبوده. این تعبیر منطقیش و تعبیر ارواحش هم که میشه به دلیل رفت و آمد ارواح. یعنی در بهار، یعنی فصل بهار که میشه بیشتر فروردین، چون بارش زیاده بسیار ترسناک و روح‌ها زیاد رفت و آمد میکنن. پس اگر عاشق جای ترسناکی بهار برید اونجا شکار کنید. اگر که نه من بهار یا اصلا فصلهای دیگه هم نرید اونجا تا از چیزهای ترسناک هم نشید. خب ولی بسیار منظره های باحالی داره، مخصوصا فصلهای تابستان بری کنار خانواده. خب الان داریم فاز مثبتش رو میگیم که خب یکم هم نترسم خونه تمام میترسم راستش. آره به نظر من جاهای دیدنی هم داره این تالاب. به نظر من مکانهایی که ترسناکن بیشتر مکانهای دیدنی هم تا ترسناک، مثل جنگل جیغ مشهد. روز شبش فوق‌العاده ترسناکه ولی روزش خیلی خوبه و امیدوارم که این تالاب هم اونطور باشه، درست صدر جدول. به نظر خودم
این تالاب ترسناکش موقع شبه، لیسبونش مال روزه. خب اینم از ویدیوی این هفته. با تالاب ارواح رفتیم گشتیم داستاناشو گفتیم. دکمه سابسکرایب بزن، لایک بذاری، کامنت انگلیسی هم بذار، زنگوله فعال کن. بار دوم میگم لطفا حرفمو زمین ننداز، تازه شروع چنل هست میریم بالا. امیدوارم که زندگی ترسناک رو نداشته باشید. تا ویدیو بعد.